با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخواستم یک سری از رنگ‌های موجود توی مجموعه هایپر رنگ ایرانیان من خدمت شما معرفی کنم. رال‌های رنگی که ما در حال حاضر توی مجموعه موجود داریم اهم از رال‌های 1000 2000 3000 4000 5000 6 7 8 و 9000 هستش که خب این رال رنگ‌های 1000 تا 9000 که من خدمت شما عرض کردم در برگیرنده رنگ‌های ساده، چرمی، سنباده‌ای، مات و براق هستند که حالا در ادامه بعد از این رال 1000 تا 9000 ما یه سری رنگ‌های چکشی رو تو مجموعه موجود داریم. یه سری رنگ‌های گرانیتی هستند. در ادامه باز رنگ‌های ترانسپرنت ما هستند. کلر یا همون لاکورنی براق و مات هستش که ما تو مجموعه هایپر رنگ ایرانیان داریم و حدود 5 شید و نوع رنگ طلایی تو مجموعه هایپر رنگ ایرانیان داریم که از نظر شیدی تقریبا با هم دیگه توی یه رنج هستن ولی از نظر کیفی و قیمتی با هم دیگه تفاوت دارن و باز رنگ برنز متالیک هست که خب جزو رنگ‌های خاص، رنگ طلایی چرمی هست جزو رنگ‌های خاصه و اینکه سعی می‌کنم ان شاءالله از این به بعد من رنگ‌ها رو به صورت تفکیک شده در رال‌های خودش به عنوان مثلا رال 1000 ما تشکیل میشه از رنگ رال 1001 1003 10 13 10 15 10 16 10 18 10 21 10 23 و 10 28 که تو مجموعه هستش چرمی و ساده، پولیستر و اپوکسی پولیستر که انشالله به امید خدا به صورت عرض کردم تفکیک شده اینا رو برای شما بتونم به تصویر در بیارم و در اختیار شما بذارم. ولی اگر خواستین که با ما ارتباط مستقیم و رنگ‌های ما رو در دسترس داشته باشید میتونید این کد USSD ما هست 36655 3-20-30-400 مربع رو شما بگیرید. یه SMS ظرف 10 ثانیه یا 12 ثانیه براتون میاد. دفعه اول امکان داره ذره طول بکشه 10-12 ثانیه بشه. وقتی وارد لینک ما میشین کد محصولات ما رو بزنین، 2 رو بزنین، 1 رو بزنین، ارتباط با ما و همین رو در دسترس شما هستش. عکس تمامی پلیت های رنگ هایی که ما تو مجموعه موجود داریم روی عکس رنگ بزنین بهتون میگه این رنگ موجود هست یا نه و اصلا میتونم بگم 100% پلیت هایی که توی اون لینک گذاشتیم موجود هستش. اگر به روز یک رنگ ما نداشته باشیم اون عکس رو برمیداریم یا اینکه می‌نویسیم ناموجود. اینو لطف کنید در دسترس خودتون داشته باشین. عکس ها هستش، پلیت ها هستش. اگر سوالات فنی تر بودش، سوالات تخصصی تر بود که من خودم سعی می‌کنم توی رال رنگ های تفکیک شده و دسته‌بندی شده در آینده ان شاءالله براتون بذارم، میتونید تلفنی در خدمت شما باشیم ان شاءالله که بتونید کارتون رو به نحو احسن و با رضایت کامل با ارتباطی که با ما دارید داشته باشید. بازم ممنون از اینکه ما رو نگاه کردید. موفق و پایدار باشید.